نیمه دوم ماه فوریه هوای خنک به هوای نسبتاً گرم تبدیل یافته. احتمالیت ترمافرایی در تمام حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان افزود. در دوام 10 روز در خط سیرهای راه اتومبیلگرد خروق اشکاشم، خروق راشدقلب و خروق مرغاب در مجموع 38 عدد ترمه فرآمد. طوری معلوم گردید از همه قطعه‌های آسیب پذیر در راه اتومبیلگرد خروق مرغاب موجود میباشند که همه ساله برای راهسازان مشکلات زیاد ایجاد می‌نمایند. امسال هم در کیلومترهای 619، 620، 622 623 و 680 شاهراه اهمیت بین المللی دوشنبه کلاب درواز خروق مرغاب کلمه ترمه‌های کلان فرآمده در دوام 14 ساعت با نیروی راهسازان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد منطقه غوند ناحیه شغنان تازه گردیدند. عرض می‌دارد استاد راهساز کبوترشاه مصرف شایف. در موضع لگوین ترما به دروازه 180 متر دروازه تقریبا 3-4 متر غوصی ترما بود و در مدت 14 ساعت ما رو کشودیم. طوری معلوم گردید تغییریابی باد و هوا در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان به خصوص وادی غوند ناحیه شغنان سبب ترمافرایی ها گردید. عموما وادی غوند موضع سیربرف بوده بارشات زیاد اساسا به ماه‌های فوریه و مارت راست میآیند. در حالی که در قسمت پایانی ناحیه شغنان باران میبارد، در وادی غوند بارشات برف به نظر میرسد. ترمه‌ها باشند از دو طرف وادی سرازیر فرآمده نه تنها راه اتومبیلگرد را بند مینمایند بلکه شمال آنها و برفکوچ به منزل‌های استقامتی ضرری جدی میرساند. از روی گفت مسکونان دهه تنگ جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان از طرف ساحل چپ دریای غوند ترمه‌ها سرازیر فرآمده شمال آنها بالاپوش خانه‌ها را برکنده نمود. در نتیجه دو منزل استقامتی تماما به بالاپوش ماندند. شمال ترمه تونوکا و چوب‌ها را برکنده به مسافت زیاد از 500 متر آنها را دور پرتافت. دالان و دهلیزهای خانه‌های استقامتی را که در نزدیکی دریای غوند قرار داشتند از برف پر نمود. از بس که این حادثه در نیمه دوم روز رخ داد، مردم درون خانه‌ها بوده، درس‌ها هم در مؤسسه‌های تعلیمی به آخر رسیده بودند، کسی ضرر ندید.